تأمین امنیت بازوقواری یکی از هدفهای استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان به حساب رفته. در این سمت از جانب خوجگیداران تدبیرهای ضروری عملی می‌گردد. در ناحیه درواز در برابر دیگر محصولات کشاورزی همچنین به پرورش لیمو توجه زیاد ظاهر گردیده. در برابر تأمین بازار داخلی با محصولات استحصالی خودی همچنین به دسترسی ساکنان به محصولات خوش‌صفت زمینه واقعی گذاشته می‌شود. همکارانمان از ناحیه درواز گزارش می‌دهند. شرایط طبیعی و اقلیمی درواز برای پرورش رستنی‌های سوبتروپیکی مساعد بوده امکان فراهم می‌آورد که نوع‌های سرحاصل انجیر، انار، میوه‌های سوبتروپیکی از جمله لیمو، افلیسون و ماندارین پرورش و رشد یابند. طی سال‌های اخیر شماره لیموخانه‌ها در خواجگی‌های ناحیه به 28 عدد رسانیده شده. وابسته به سن و سال یک نهال لیمو از 500 تا 800 دانه میوه می‌بندد. ناحیه درواز در بدخشان یگانه ناحیه است که در ناحیه درواز کلی رستنی‌های سوبتروپیکی پرورش می‌یابند. از آن جمله رستنی‌های لیمو، افلیسون، ماندارین، کلی اینا رستنی‌ها هستند که در زونه‌های سوبتروپیکی و تروپیکی نشو نما می‌کنند. سرور خواجگی دهقانی کوسوره غازیجان شادیو از زمره آن کارشناسان اصیل ساحه کشاورزی در ناحیه درواز است که با تأسیس خواجگی دهقانی در دامنکوه دهه درابک دهات قلعه خم در میدان بیشتر از 1.5 گکتار باغ دامنکوهی بنیاد نموده با میوه برداشته از این باغ و پرورش زنبور عسل صاحب زندگی شایسته گشته. سعی بر آن دارد که در برابر باغداری و زنبور پروری و لیمو پروری روی آورد که ساحه سردرآمد در شرایط کوهستان کشور است. هم یک اندازه زمینه که در بین همین دو کوه بود معامله میکنه. در همین شکل که همین زمین جایگیر شده است همین خیل اینا ما ساختیم. این چیزا ما با مقصد تجربوی اصلا شنوندیم. اهدا در خطای قدیم لیمو را رستنی داوودی نام نمیگرفتند و محض بعض مریضی ها را با واسطه همین لیمو طبابت میکردند. تجربه اندوخته سرور خواجگی امکان داد که او را همچون کارشناس اصیل ساحه باغداری، زنبوری عسل پروری و لیموداری در بخش احیای اقتصادی فراگیر به کار گیرند و طی 8 سال اخیر است که غازی جان همچون کارشناس ساحه برای رشد باغداری، لیمو پروری و زنبور پروری از تجربه خیش به ساکنان دهات و ناحیه همچنین ساکنان ولسوالی کوف و خاون جمهوری اسلامی افغانستان توصیه و مصلحت‌های سودبخش کسبی میدهد که ثمره زحمتش در هر دو ساحل رود پنج روشن به نظر می رسد. سرور خواجگی دهقانی کوسوره در برابر لیمو پروری از میان نموده است که در حدود زمینی در اختیار داشته که در مجموع بیشتر از 6 گکتار زمین دامنکوهی دارد ماندارین و افلیسون خانه ساخته پرورش این نمود رسانه‌های سیتروسی را هم به راه ماند که آینده نیک و منفعت بخش دارند.